ضمن عرض سلام و وقت بخیر به شما عزیزانم که در لایو ما رو دنبال میکنید و خواهید کرد. خیلی دوستتون داریم، مرسی که هستید. عزیزانی که شاید تو یکی دو هفته آینده گذشته حتی ایمان آوردن، من تو لایو دیدمشون، خیلی خوشحال شدم. واقعا جلال بر عیسی مسیح که هرگاه نامش میاد هر زانوی خم میشه و هر زبانی اعتراف و اقرار میکنه که عیسی مسیح خداوند زنده است. به محضی که اعلام میکنیم خداوند عیسی مسیح زنده است، بلکه اونجاست که روح خدا در ما ساکن میشه و هدایت ما رو به عهده میگیره. با توجه به اینکه امروز یه مقدار وقتا طولانی شد و میخوایم به سر وقت زمانمون برسیم، سعی میکنم بدون وقفه کلام خداوند رو بیان بکنم. اما قبل از هر چیزی من عرض بکنم این کلام برای خود من هست. داشتم کلامو می نوشتم، به آی من فکر میکردم خدای ناکرده یه دفعه فکر قضاوت از سمت سوی من و عزیزانم جاری نشه که اینو برای من گفت، این برای من بود مختص اون. نه، این کلام برای خود من. اول من باید در من روح خدا جاری بشه، اول منو خداوند باید بسازه، چون وقتی من ساخته بشم اونجاست که من با دید انسانی کسی قضاوت نمی کنم. هرگاه که من واقعا ادعا بکنم که فیض مسیح رو پذیرفتم، اونجاست که فکر من با فکر خداوند تغییر میکنه، تبدیل میشه، عوض میشه. چرا که زمانی که ما در گناه بودیم اون یک محبت بدون قید و شرط به ما کرد. زمانی که من گناهکار بودم، به قول گذشته من هفته پیش گفتم بچه مثبت مذهبی بودم، ولی غافل از این که در ذات گناه بودم. اونجا فیض مسیح بود، اون محبت، اون هدیه خداوند بود که باعث شد من از اون وادی ها، از اون تنگی ها، از اون تاریکی ها، از اون سختی ها شفا رو دریافت بکنم و امروز بتونم در کنار شما عزیزانم رو خدمت کنم، پاهای شما رو بشورم و دستاتون رو ببوسم. وقتی که روح قدوس خداوند ما دریافت بکنیم، اونجاست که من دیگه هرگز به گذشته بر نمیگردم و با دید خودم نگاه نمی کنم. پس این کلام میتونه برای من باشه، برای کلیسا باشه، برای توی عزیزی که تو خونه نشستی، برای توی همسر و شوهری باشی که ایمان آوردیم ولی نیاز داریم که رشد و بلوغ پیدا بکنیم در کلام خداوند. و اونجاست که وقتی که اجازه میدیم رشد و بلوغ پیدا بکنیم، اونجاست که هدایت خداوند هست، صبور میشیم، فروتن میشیم و در تواضع. پسر عزیزم خیلی جالب گفت، اینجا اومد وایساد گفتش که من اعتراف میکنم که گناه کردم، گناهکار بودم، هنوزم گناهکار هستم. بله، ما هنوزم گناه میکنیم، انسان هستیم، ولی خدا رو شکر برای عیسی مسیح که این قدرت و این قوت رو به ما داد که زانو بزنیم، توبه اعتراف بکنیم، هر آن که گناه میکنیم به سوی خودش برگردیم. چون عیسی مسیح در عهد عتیق گفت، اون کلمه گفت هرگاه قوم من برگردن، زانو بزنن، بر تسلیم بشن و اعتراف بکنن به گناهانشون، من اونها رو خواهم بخشید. پس هرگاه که ما روح خدا رو داشته باشیم، روح به ما ملزم میشه که اعتراف کن. با دید خودت نگاه نکن، بلکه با روح من، با دید من، با نگاه من نگاه کنید. من همه شما را عاشقانه دوست دارم، بهتون احترام میذارم و بهتون افتخار میکنم، چرا که شما ثمره های کلیسا هستید. من اگر کلیساها رو دارم مثال میزنم و کلام میارم، نه با این که به کلیسای خودمون بگم، کلیسای ما از این کلیساها گذشت، از فصلهای بسیار طولانی گذشت و امروز چکیده هاشون شما باشید. اگر میرید حتی بر میگردید، حتی اگر برگشت نکنید، اون دانه رو گرفتید و در خداوند شما دارید رشد پیدا میکنید. پس بهتون افتخار میکنم. کلام های کلیسا نیست، کلام برای من هست، برای شما هست، برای تمام عزیزانی که تو لایف هستن و در هر جای دنیا هستن.
حالا میشنون و در آینده میشنون، این کلام میتونه برای اونها باشه. کلامی از فیلیپیان باب 3 آیه 12 براتون میخونم که حالا پولس رسول داره این کلام رو میخونه. پولس رسولی که از فراز و نشیب ها سخت گذشت و امروز به عنوان یک رسول کلیساها دایر میکنه و بشارت ها میده و کلام انجیل رو پخش میکنه. امروز تک تک شما، اگر من گفتم احسان عزیز تو رو شعبان، تو رو پولس جوان کلیسای روح خدا نامگذاری میکنم، تک تک شما هستید، چه دختر باشید، ملیکای عزیزم، رسول عظیم، همه شما تک تکتون پولس های جوانی میتونید باشید که هدایت خداوند رو بگیرید و بشارت ها بدید، ثمره بیارید. اگر شما اینجا بابک نشستید عزیزم، این ثمره رسول عزیز و این نشون دهنده روح خداست که داره کار میکنه. هر کدام از این کلیساهایی بود که پولس رسول دایه کرد و پایه‌گذاری کرد. فیلیپیان باب 3 آیه 12. منظورم این نیست که پولس داره میگه که دیگر کامل شدم. خیلی کلام قشنگه، میتونه برای هممون باشه. هنوز بسیار چیزا هست که باید بیاموزم، پس میکوشم تا روزی بتوانم همان شخصی گردم که مسیح در نظر دارد و برای رسیدن به همان مقام مرا نجات داده است. ولی برادران عزیز، من هنوز آن که باید باشم نیستم. به کلیسا داره میگه، به کلیسای فیلیپیان. اما تمام نیروی خود را صرف یک کار میکنم و آن این که گذشته را فراموش کنم و با انتظار و امید به آنچه در پیش است چشم بدوزم و بکوشم تا به خط پایان مسابقه برسم و جایزه را به چنگ آورم که برای آن خدا ما را به سوی آسمان فراخواند. چقدر قشنگ میگه. و همه اینها در اثر فداکاری بود که عیسی مسیح روی صلیب برای تک تک ما انجام داد. این کلام میتونه برای من باشه. هنوز من ضعف زیاد دارم. دعا میکنیم که همیشه خداوند به ما کمک بکنه تا از این ضعف ها گذشت بکنیم و با قوت همچون پولس با اقتدار بایستیم و بشارت مسیح رو نه اینکه بترسیم، با قوت اعلام بکنیم. من مقداری در رابطه با کلیساهایی که میخواستم صحبت کنم مقدماتی نوشتم که با توجه به ضیق وقت از اونا صرف نظر میکنم، ولی میدونیم که هر کدام از کلیساها مراحل و نحوه زندگی یک ایماندار رو به ما میخواد نشون بده. ما میتونیم مراحل و نحوه زندگیمونو در این کلیساها جستجو کنیم. به عبارتی میتونیم درون خودمون رو تفتیش بکنیم و یک درونمون رو نگاه بکنیم، ببینیم در کجا ما گیر داریم که نمیتونیم شفا رو دریافت بکنیم. میخواهیم زندگی یک ایماندار رو به مسیح از رساله های متعددی که پولس رسول در عهد جدید مینویسه پیگیری بکنیم. راستی یادمون هست که آیه گذشته، آیه‌ای که 8 لوقا چی بود؟ این بود که وقتی پسر انسان برگردد آیا ایمانی یافت می شود؟ فعلا میگذریم. در طول این سفری که داریم میریم میتونیم نمنمه به اون جواب سوالی برسیم که وقتی پسر انسان برگرده ما رو میشناسه. گفتیم هر کدام از این کلیساها میتونه مرحله زندگی یک ایماندار در اون جستجو بده، به ما رو نشون بده. اولین کلیسایی که باید در اون پا بگذاریم جاییه که میخواد به ما بگه که بازگشت کامل. ما در گذشته زندگی میکردیم، در گناه بودیم و نمیتونیم و نمیتونستیم و هیچ کس
نمیتونه این قدرت رو داشته باشه که بگه من گناه نکردم، من بیگناه هستم. چرا که کلام خداوند در 3:23 رومیان چی میگه؟ میگه همه گناه کردن. چرا؟ آدم حوا گناه کرد، ذات آورد توی دنیا و این ذات در اصل پدر مادرها به ما انتقال شد. پس کلام تأکید میکنه همه گناه کردن. نمیتونه یکی بگه من که گناه نکردم، من نه حق کسی خوردم، نه کسی رو کشتم، نه مشکلی ایجاد کردم که بگم گناه کنم پس من بیگناهم. نه، کلام میگه همه گناه کردن، حتی اونایی که میگیم رهبرین ما بودن و ما اونها رو به صورت بتوار میپرستیم. این نامه توسط پولس رسول به تسالونیکیان نوشته شد. پس ما نمیتونستیم به خودی خود نجات رو پیدا بکنیم. نجات فقط از سمت و سوی عیسی مسیح. پس ما وقتی که هفته گذشته اعلام کردیم به واسطه عیسی مسیح ما نجات رو دریافت کردیم. کلیسای تسالونیکیان یک کلیسای نوپا بود ولی پر شور و شوق همچون کلیسای ما بود. چقدر با شور و اشتیاق، با قوت و اقتدار پرستش میکنیم. مشتاقانه قلب‌هامون تشنه میشینیم و کلام خداوند رو میشنویم. اونها هم مورد آزار و اذیت یهودیانی قرار میگرفتن که تازه ایمان آورده بودن، از سمت و سوی یهودیانی بودن، مورد آزار و اذیت قرار میگرفتن و سختی‌های مختص خودشون رو تحت فشار و تهدیدات مذهبی بود این کلیسا. من یادم زمانی که ما ایماندار بودیم و در این برمن خدمت میکردیم خیلی ها تهدید میکردن و سخت بود، حتی ببخشید آب دهان میلاختن جلوی ما که چرا اینجا بشارت مسیح رو میدید. همون مسیحیانی که به توسط پولس رسول و عزیزانی که ثمرآور کلام خداوند بودن، نجات رو دریافت کرده بودن، مسیحی بودن، از طریق مسیح یهودیانی که ایمان نیاورده بودن مورد آزار و اذیت قرار گرفته بودن و به توسط تعلیماتی که در کلیسا میدیدن زیر چتر فیض خدا بودن و دریافت کرده بودن که عیسی مسیح خداوند زنده است و رهبرینش خیلی زحمت میکشیدن برای تعلیم اونا، مثل کلیسای روح خدا. پولس رسول هم اونها رو تعلیم میداد و این کلیسای تسالونیکیان کلیسای قوی بود از نظر ایمانی، ولی ضمن که قوی بود امید و قدرت و قوت فکرشون انتظار مسیح رو میکشیدن. یکی از کارهای خوب کلیسا اینه که ما همیشه یادمون باشه یک روز مسیح خواهد برگشت. شاید در آن واحد اگر پسر انسان برگردد آیا ایمانی خواهد یافت؟ این کلام خداوند میتونه بگه حتی همین لحظه میتونه برگرده. خوشا به حال اون کسی که در کلام خداوند بمونه. ولی رشد سریعی داشتن مثل شما و این کلیسا بشارت میداد و ثمره کارش اینها عزیزانی بودن که از نو جدیدن ایمان آوردن. بابک عزیز توسط رسول عزیز. خیلی خدا رو شکر میکنم بابت تک تک شماست. به یاد دارم تک تک شما ثمره کار رو انجام میدادید، احساس مسئولیت میکردید. حتی میشه گفت 1 نفر 2 نفر و شما ثمر میآورید به کلیسا دعوتشون میکرد. و این کلیسا پولس رسول میگه آنقدر قشنگ قوی در ایمان بودن، زیر اطاعت بودن و علیرغم فشارهایی که داشتن بهشون می آوردن ولی اونها جزو عطرهای خوشبوی کلیسا بودن. تک تک ماها، تک تک شماها اگر مسیح رو قبول کردیم به نام عیسی مسیح طبق کلام خداوند 5:17 قرنتیا میگه چی؟ میگه آن کس که از آن مسیح گردید تبدیل به خلقتی نو رو دریافت کرد. وقتی کسی که مسیح میشه باور کنید عطر خوشبوی خداوند تراوش میکنه ازش، طرز صحبت برخورد، آداب معاشرتش، فرهنگ صحبت کردنش، لباس پوشیدنش، همه اینها مزید بر علت میشه که همه این ایمانداران مسیح متفاوت از این دنیای تاریکی بشن، هم رنگ این جماعت نشن. اگر همه در یک سو حرکت میکنن
یک ایماندار در سوی دیگر، نه اینکه غرور بگیرتش، بلکه این به واسطه روح خداست. وقتی روح خدا، فیض خدا در بالای سر ما قرار میگیره و فیض خدا باعث میشه که از ما حمایت کنه، هدایت ما رو به عهده بگیره. و این نه عملا، بلکه نه صحبتی، نه حرفی که من مسیح هستم. گفتم که هفته پیش گفتم با زور ما نمیتونیم بگیم ما مسیح هستیم، بلکه عملکرد ما رو دیگران زیر نظر داره. تک تک ما رو دنیای تاریکی داره میبینه. شما متفاوت و متمایزه. اگر زیر فشار هستید، اگر در سختی و فراز و نشیب قرار گرفتید، خداوند به شما افتخار میکنه، شما رو عبور میده. کلام خداست، وعده من نیست، وعده خداونده. هرگاه که اطاعت میکنید، تحت فرمان اون قرار میگیرید و از فیض خداوند شما نجات رو دریافت میکنید و او را خدای زنده اعلام میکنید، اونجاست که خداوند شما رو عبور میده. مرحله اول زندگی یک ایمانی مسیحی در نامه اول پولس رسول به تسالونیکیان میاد. در رساله اول تسالونیکیان نامه زیبایی به این ایمانداران نوشت. با هم به کلیسای تسالونیکیان میریم. کلیسا، ببخشید من اگر تون میگم، اگر میدونید کلام خداوند پرقدرت، منو به وجد میاره و ببخشید اگر صحبت میکنم، صوفیا بعضا به من چرا اینقدر شما داد میزنی؟ میگم نه ببخشید، من اینقدر بچه هامو دوست دارم که دوست دارم. باور کنید بعضی وقتا در سایه های شما من حرکت میکنم، شاید خودتون نمیدونید، ولی دوست دارم که اگر اینجا نشستیم اون قوت و اون قدرت و اون برکت و اون هدایت رو بگیریم. چرا اینجا هستیم؟ چرا در سختی هستیم؟ این به واسطه کلام خداونده که میگه شما باید در این سختی قرار بگیرید. کلام خداوند عیسی مسیح به شاگردان میگن شما هوشیار و بیدار باشید، هوشیار بیدار باشید، بگذارید من شما رو عبور میدم. در نامه پولس رسول به کلیسای تسالونیکیان 3 نکته مشهوده، 3 نکته جالب قابل رویته. میریم باب اول آیه 9 و 10. باب اول کلیسای تسالونیکیان آیه 9 و 10 میخونیم با هم دیگه. لطفاً به آیات توجه کنید. این آیات حتی میتونه اصلا من توضیح ندم، تفسیر نکنم، برای ما مکاشفه بشه. ایمان دارم که همینطور خواهد بود. زیرا خود ایشان درباره ما خبر میدهند که، پولس رسول به تسالونیکیان مینویسه، که چه قسم وارد به شما شدیم و به چه نوع شما از بت‌ها به سوی خدا بازگشت کردید تا خدای حی حقیقی را بندگی نمایید و چگونه در انتظار ظهور پسر او عیسی که از آسمان می آید به سر می برید. همان عیسی که خدا او را پس از مرگ زنده ساخت، ما را از غضب آینده رهایی می بخشد. این ایماندارانی که به سمت سوی خدا آمده بودن، کلام خداوند میگه کسی که به سمت سوی خدا میاد گذشتش کم کم، یکوری یواش یواش، گاماس ازش کم میشه، کس میشه، جدا میشه، دفن میشه. کسی که میاد و در خداوند قرار میگیره، کسی که تسلیم اون میشه، کسی که میاد اینجا توبه و اعتراف میکنه، میگه اونجاست که فیض من بالای سر تو، هدایت تو رو به عهده میگیره و این که من در تو ساکن شدم کم کم باعث میشه که اون بت‌های پشت سر تو فراموش کنی. ما به خودی خود نمیتونیم بت‌هامون رو فراموش کنیم. مگه من میتونم به زور انسانی گذشتم و فراموش بکنم؟ گذشته من بر حسب عادت بر من سوار و مستولی داره، ولی وقتی که میام در عمق با خداوند برخورد میکنم، خداوند او به من این قدرت حرکت رو میده و اون شناخت اوست. روح خدا وقتی من در من ساکن هست، گذشته من یواش یواش از من دور میشه. چرا؟
چون جایی نخواهد داشت. هرگاه که روح بر من ساکن بشه، امیال نفسانی من کمرنگ و کمرنگ و کمرنگ خواهد شد. هرگاه که روح خدا در من ساکن بشه، اون امیال نفسانی من کمرنگ و کمرنگ میشه و اون یکی پس از دیگری از من کنده میشه. بت‌هایی که با دست خودمون ساختیم و اونو ستایش و پرستش کردیم. میتونه بت‌های ما امروز چی باشه تو زندگی هامون؟ بت‌های ما میتونه پول هامون، ثروت هامون، ماشین هامون، بچه هامون، خانواده هامون باشه. این بت‌هایی بود که ما ساختیم. کلام خداوند میگه با وجودی که من حضور داشتم، این انسان رفت با دستان خودش حوضهای سوراخ شده درست کردن، بت‌ها ساختن و به جایی که از من تسلیم من باشن، تسلیم این بت‌ها شدن. کلام خداوند گفت همه گناه کردن، اون کسانی که ما میپرستیدیم که ما را شفا بدن. نه، اونها بت‌های سخت دست ساخته خود انسان بود. پولس داره به ما چی میگه؟ به من و شما عزیزان میگه وقتی تو به سوی خدا بازگشت کردی، وقتی که در خداوند حرکت کردی، وقتی تو در عهد جدید با خداوند که به واسطه گناه از ما دور شده بود صلح و آشتی برقرار کردی، اونجا به واسطه اون صلح و آشتی که بین زمین و آسمان برقرار میشه، میگه طبیعتاً اونها، اون بت‌های گذشته، فکر و افکار گذشته از شما جدا میشه. این تلاش به واسطه زور انسانی حتما انجام نمیتونه بشه. اون زمانی که ما مذهبی بودیم، ادیان مذهبی اول میگن بروید خودتون رو درست بکنید، پاک بکنید و بعد پاک شده بیاید به حضور خداوند. این کار مذهبه. این کاریه که دین و مذهب ساخته دست انسانی که میخواد غرور، منیت ها ما رو به راهی بکشونن که خودشون ناخواسته انجام دادن و کلام گفت گناه کردن. حالا میخوان ما رو راهنمایی بکنن. اگه کسی خواست شما رو راهنمایی بکنه، عزیزانم، ثمره کارشون رو ببینید. مدت زمانی که در اون قرار دارید، اون ثمره، اون میوه، اون رو در نظر بگیرید، ببینید این چه کار کرده. ما که از یک آدم مرده که نمیتونیم ثمره بگیریم. گناه کردن. کلام خداوند برید رومیان 3:23 میگه همه گناه کردن و از جلال خداوند قاصر شدن. وقتی که گناهکاره چطور میتونه نور در تاریکی واقع بشه؟ نور میدرخشه و خداوند روح و راستیه. اگر ما بخوایم در خداوند با او روبرو بشیم، باید قطعا در روح و راستی با او روبرو بشیم و در پاکی. پس کلام خداوند میگه ما به خودی خود نمیتونیم. در کلامی هست در یوحنا 3:30، یوحنا باب 3 آیه 30، یحیای تعمید دهنده چی میگه؟ میگه او باید افزون شود تا من کاهیده شوم. نمیگه که اون باید کاهیده شود تا من افزون بشم. روح خدا که در ما بیاد، رفته رفته من این قدرت رو میگیرم، این قوت رو میگیرم، ضعفای من تبدیل به قوت میشه، اون چیزهای ناخالصی های من از من کنده میشه. من یه آکواریوم بزرگ داشتم در ایران، خیلی بزرگ، صوفیا جان میدونه. وقتی میخواستم آبشو بکشم خیلی بزرگ بود، لوله مینداختم. این لوله هر روز سعی میکردم، جوانتر بودم، میخواستم آب این لوله رو بکشم، هوا ما بینش قرار میگرفت. اگه پمپ میزدیم، به محضی که پمپ رو میزدیم ولش میکردیم، اون هوا مجددا بر میگشت بهش. مجبورم آب میریختم تا اون خلا رو پر بکنم، بعد یه دونه میک میزدم، خودش برمیگشت، آبش سریع خالی میشد. اگر آشغالی در این لیوان باشه، نیمه نصفه باشه، شما نمیتونید اون رو بریزید بیرون، دست بکنید، به محضی که آب رو بریزید توش پر بشه، اون آشغالا خالص میشه. به محضی که ما در روح خدا انباشته بشیم، روح خدا در ما ساکن بشه، قوت و قدرت رو از آسمان بگیریم، ناخالصی های ما از ما کسر میشه.
خداوند میگه اول برو زانو بزن، اول بیا زانو بزن، توبه اعتراف بکن، اونجاست که من به تو قدرت و قوت میدم. اونجا کم کم ما از بندهامون جدا میشیم. چقدر جالب بابک عزیز، چقدر من دوست دارم شهادت رو. همیشه تو کلیسا شعبان سمیرا میدونه من سالیان دراز میگم اگر شهادتی هست، شهادتی اینجا میگین در اون شهادت ها بمونیم، در اون شهادت ها زندگی بکنیم و خداوند رو جلال بدیم. اگر گفت من گناه کردم و حال میگه من گناهکارم، بله ما گناهکار چون انسان ضعیفی هستیم، ولی این فرصت و موقعیت رو خداوند میده تا ما زانو بزنیم و تسلیم بشیم. به محضی که تسلیم میشیم اونجاست که روح خدا به ما یه قدرت جدید، یه حیات جدید میده، یه تبدیلی در ما ایجاد میشه که میتونیم نه به واسطه جسممون نفسمون بلکه به واسطه روح خداست که میتونیم اون نفسمون رو کنترل بکنیم. ما نفسمون رو نمیتونیم کنترل بکنیم. انسان دنبال شیرینیه، شیرینی هم گناهه. روح خداست که در ما ساکن میشه، اون قدرت رو میده تا ما بتونیم امیال نفسانیمون رو کنترل بکنیم و به قدرت او حرکت بکنیم. پس مرحله اول زندگی ایماندار در کلیسای تسالونیکیان چی بود؟ بازگشت کامل. در این آیه 3 چیز رو نشون میده. وقتی که اون 1:9 میخونیم، وقتی آیه رو کامل میخونیم، یکی از نکاتی که ما باید خیلی مراقب باشیم اینه بازگشت کامل به ما همه گوشزد میزنه. حتی اگه ایمانداران الان ما بعضا در گذشتهمون قرار میگیریم، میگه اگر شما دارید درجا میزنید بذارید نگاه بکنید، کند و کاش بکنید، یه دونه درونتون رو نگاه بکنید در چه چیزی شما دارید درجا میزنید. میگه نه، شما باید بازگشت کامل بکنید. یک ایماندار زمانی میگه نجاتو میگیره که با کلام آشنا بشه و اونجاست که کلام خداوند اونو از اسارت و بندها آزاد میکنه. هفته پیش گفتیم که پولس رسول وقتی که با خداوند ملاقات میکنه میگه گذشته‌شو تمام کرد، تولد نو درش ایجاد شد. وقتی تولد نو رو ما میگیریم در اثر این که از گذشته کنده میشیم، این تولد نو ما رو به حرکت در میاره و کلام خداوند میگه بلا فاصله حضور خداوند که اومد، پولس رسول اون تولد پیدا کرد و دیگه به عقب بازگشت نکرد، بلکه چه کار کرد؟ به جلو حرکت کرد. پس بازگشت کامل خیلی مهمه. یادم من و صوفیه جون وقتی که ایمان آوردیم خیلی متاسف بودیم، تأسف داشتیم، ولی به محضی که ایمان اومد، روح خدا اومد، اون تولد نو در ما نشست. اولین کلیسایی که دایر شد اگر 2-3 نفر بود، یه دفعه رسید به 50 نفر. اون شور و شوق نه جسمی من، نه بدنی من، نه به قدرت من، نه به قوت من، بلکه روح خدا ریخته بود. اون تولد ما رو به جلو حرکت و گذشتمون رو فراموش کردیم. اگه بدونید در چه سختی ها بودیم که الان میتونم شهادت بدم خداوند ما رو عبور داد. خدا رو شکر میکنیم برای این ثمرهای زیبایی که شما اینجا نشستید. وقتی روح خدا بود، من یادمه این روح خدا ما رو هدایت میکرد به تمام جاهایی که این پناهنده ها بودن. بهش میگن چی؟ اون هایم ها. سر میکشیدیم، سرکشی میکردیم. شبان کشش مازیار میگفت هر وقت میخواست احساس کردی بچه ها خسته شدن یه سوال ازشون بکن. سر میزدیم. ما اینجا رو با 3-4 نفر شروع کردیم، یه دفعه 1000 نفر میشدن. خب اگر من میشستم توی این که من ایمان رو آوردم، نجات رو دریافت کردم، حالا میخواد یکی بدونه یا ندونه چهش کنه. خداوند میخواد که ما به کلیسای افسوسیان برسیم، اونجایی که اون سلاح‌های روحانی رو بپوشیم. کیا؟ کلیسای افسوسیان. میرسیم به اونجا. پس خداوند میخواد ما
در خدمت او قرار بگیریم، همونطور که ایمان میاریم، نجات رو دریافت میکنیم، به هویت و شخصیت او حرکت میکنیم، این تراوش عطرهای خوشبوی ما جاری بشه. هر که در کنار ما بدونه که ما متفاوت و متمایز از این دنیای تاریکی، از این بت‌های حضوری در خیابان‌ها جدا هستیم. و دائما می‌بینیم که کلیسای تسالونیکیان در انتظار آمدن عیسی مسیح هستن. هرگاه در سختی قرار گرفتن و هرگاه در سختی قرار گرفتیم، یادمون باشه که عیسی مسیح مجددا برمیگرده. او خدای زنده است و تشویق و تسلی برای ما. وقتی که انتظار و امید رو میده که وقتی که ما منتظر هستیم، اون امید میاره، او هوشیاری میده، اون بیداری میاره. شاگردان در بالاخانه منتظر بودن، انتظارشون باعث شد که بیدار و هوشیار باشن. چه وقت روح جاری شد؟ زمانی که اونها بیدار شدن و اون نور خداوند در قلبهاشون جاری شد، روح القدس جاری شد و اون قدرت و قوت خداوند نمایان شد. اون تولد نو از اونجا شروع شد، کلیسا از اونجا شروع شد، از اونجا که روح خداوند در حرکت اومد. و دائما کلام خداوند میگه مواظب باشید، هوشیار باشید، مبادا در خواب برویم. ندیمه ها رو دیدید؟ کسانی که دعوت شده بودن، داماد میخواد بیاد، بعضا خیلی هاشون خوابیدن، آماده نبودن. خوشا به حال اونهایی که بیدار و هوشیار بودن و داماد رو دیدن. دائما به شاگردان میگفت بیدار باشید و هوشیار، مبادا به خواب بروید. خدا رو شکر میکنم برای شما عزیزانم، شما بیدار هستید که اینجا نشستید. وقتی عیسی مسیح برگرده به شما میگه من به دنبال شما بودم، برای شما بها دادم، به خاطر شما قربانی شدم تا نجات رو واقعا دریافت کنی و من دنبال شما میگردم. پس در آیاتی که بیان شد نشان میده که چگونه ایمان به مسیح باید یک تحول درونی در ما ایجاد بشه. بیرون از زندگی یک ایماندار اگر میخوایم ظاهرا نشون بدیم فایده نداره. اون تحول باید تحول درونی باشه که از خداوند زنده اطاعت میکنیم و به انتظار بازگشت عیسی مسیح میرسیم و با اشتیاق و امید ادامه زندگیمونو در کلیسا خواهیم داد. پس نکته مهم زندگی یک ایماندار در مرحله اول تماما چی بود؟ بازگشت کامل. وقتی که به سمت سوی خداوند شما آمدید، گذشتتون از شما کنده میشه. در آیه 7 و 8 توضیح میده که طوری با اراده خداوند هماهنگ باشیم که نفوذ ما وقتی زیر چتر او قرار میگیریم، وقتی هدایت اونو داریم، نفوذ معرفت ما عطر آگین خواهد شد. تراوش عطرهای معرفتی یک انسان ایماندار قابل رویت خواهد شد. هر جا که بره بوی عطر خوب میده، خوشبوه، متفاوته، متمایزه. هر جا که برسه فیض خدا او رو از بیابونها جدا میکنه. وقتی این کلیسا پولس رسول می-نویسه که چقدر در ایمانشون قوی بودن و مستحکم بودن و مطیع کلیسا و رهبرین کلیسا بودن. مسیح دائما به ایمانداران میگه که بازگشت کامل داشته باشید، هوشیار باشید. دشمن ما چون شیر قرا منتظر بلعیدنه. دانه نیکویی که ما میگیریم امروز به واسطه بیرون از کلیسا، بیرون از بدن خداوند عیسی مسیح، همه ما عضو بدن مسیح هستیم. عضوهایی که به بدن وصل نشه کاری نمیتونه انجام بده. میگه اگر در من بمانید من نیز در شما، و به واسطه این در من ماندن ها شما ثمره میارید. وقتی در من تو عضو فعال بشی، زیر چتر حمایت و حفاظت من قرار بگیرید، اونگاه شما میتونید ثمره و میوه بیارید. البته خیلی سخته، اینو من اعتراف میکنم،
من خیلی ضعف دارم، برای من دعا کنید. ولی خوشحالم برای کلیسای روح خدا که کشیشان، شعبانان، خادمین این کلیسا، همه شما دستان هستید، تمام تلاششون رو میکنن که این کلیسا زیر چتر فیض باشه. این وعده خدا بود. زمانی که این کلیسا دایر شد، خداوندا من دست ندارم، نمیتونم انجام بدم، چه کار کنم؟ من دستانی رو میفرستم. امروز من ثمره کلیسا رو میبینم. بچه 10-12 ساله داره ارگ میزنه. این جواب اون دعاهاست. این جواب اون وعده هایی که خدا به من و ما داد تا امروز جوانان ما دستان و سفیران خدا باشن، زیر چتر او، حمایت او، هدایت او و رهبری او حمایت بشن و امروز برای خودشون کلاس ها من ازشون بنا میشم. پولس های عهد جدیدی که برای خودشون پولس های آینده کلیسای روح خدا، حتی اونهایی که نیستن تو کلیسا پولس ها بودن. از این کلیسایی که خود خداوند آجرهاشو گذاشت گرفتن، الان برای خودشون دارن خدمت میکنن. این باعث افتخار، نه خداوند نیز خوشنوده. پس موضوع اصلی این کلام بازگشت کامل هستش. دقیقاً طرح برنامه خداوند برای انسان این بود که وقتی که تو فیضو گرفتی زیر چتر من باش. مراقب باشیم کلیسا. مشک تازه شراب تازه میخواد ها. شراب تازه در مشک تازه ریخته میشه. نکنه که ما مشکهای تازه‌مون رو شرابهای کهنه بریزیم. نکنه که ما از اون خمیرمایه ها تو زندگیمون بیاد. مراقب باشیم، هوشیار باشیم، بیدار باشیم. میدونم که کلیسای ما بیدار هست. باید مراقب باشیم و مراقبت کنیم از دانه های نیکویی که در دلهای ما کاشته شده. مراقب دزدان باشیم، کرکسان باشیم. روحای پلیدی که در کلیساها ما شاید نمیبینیم، به واسطه حتی انسان از ما میدزدن. انسانهایی که خوبن و فکراشون رو به کرکس ها دادن و شریر داره ازشون استفاده میکنن. مراقب باشیم تا در وسوسه، همون که آدم و حوا در وسوسه اون سلطنت رو از دست داد، از بالا به زمین افتاد. مبادا که ما اینطور باشیم. کلام خداوند دائما میگه من نور حیات هستم. کلام خداوند میگه من نوری هستم برای پاهای تو، راههای تو، چراغ برای پای تو هستم. از من استفاده کن. من دانه‌هایی هستم. من مشاور تو هستم. عربی نوشته نشده، با کلام فارسی صلح و آشتی خداوند آورد در کلیسای ما و ما میتونیم در اون قوت بگیریم و وقتی که قوت میگیریم تنها کلام خداست که به ما حیات میده. مشارکت در کلیساست که به ما قدرت و قوت میده. پس در این مرحله باید بازگشت کامل بکنیم. وقتی با اون رابطه برقرار میکنیم خدمت خواهیم کرد، همکار خداوند خواهیم شد، سفیران اون در روی زمین خواهیم شد. اگرچه در رنج ها و سختی ها قرار میگیریم، تسلی بازگشت مسیح ما رو تشویق میکنه با امید و ایمان به انتها نگاه بکنیم. نکته بعدی که اعلام میکنه بعد از اینکه بازگشت کامل اتفاق میفته، معطر باشیم و یک ایمانداری باشیم که مورد مقبول خداوند باشیم. کلام خداوند میگه کسی که از آن مسیح میگردد متفاوت هست. مردمان باید متفاوت بودنمون رو حس کنن، شهادت هامون رو زندگی بکنیم. مردم باید بدونن که ما یک مسیحی هستیم، یک نور و نمک هستیم. این مسئولیت زیادیه برای شما همسرانی که در خانه ها هستید. متحمل هم بشیم، صبور باشیم، اجازه بدیم حرفشو بزنه. از همدیگه نبریم، به فرزندانمون کمک کنیم، به دوستانمون کمک کنیم. شکرگزار این باشیم که خانواده خوبی داریم. ثمره خداوند، ثمره کارمون رو نشون بدیم که ما یک مسیحی هستیم. محبتی اگه میکنیم محبت بدون چون و چرا باشه که از روح خدا گرفته باشه و حیات رو باعث بشه که ما حرکت بکنیم. پس یک ایماندار واقعی بازگشت کامل از گذشته است. بعد از نجات هست که روح القدس در اون جاری میشه. اینجاست که تراوش عطر در او
مستولیس و جاری میشه، هر جا میره بوی عطر میده. ما جزو عطرهای خوشبوی خداوند هستیم. پس بازگشت کامل، انتظار آمدن عیسی مسیح، تراوش عطر معرفت از او که جلال نام خداوند انتقال میده. ما وقتی که بازگشت کامل میاریم، نجات رو میگیریم، هر جا که میریم میبینن که ما فرزندان خداوند هستیم. اونجاست که انتقال، ما دیگه نیاز نیست بریم بشارت بدیم. چرا متفاوته؟ چرا این اینطوریه؟ چرا این اینطوری زندگی میکنه؟ چه چیزی باعث شده که این متفاوت باشه؟ این عطر خوشبوی خداونده که از اون جاری میشه. یادتون هست 18:8 لوقا چی گفت؟ هرگاه پسر انسان آید ایمانداری یافت میشود. در طول این سفری که داریم میریم جواب اونو میگیریم به نام مسیح. گفتم تمام اینا گفته شد تا ما نگاه بکنیم در درونمون چالشی به نظر بیاد. من در کجامون ضعف دارم؟ در کجا گیر کردم که نمیتونم از این بیابون عبور بکنم؟ رفته رفته میرسیم به انتهای موعظه این هفتمون. مرحله اول تسالونیکیان، مرحله دوم قرنتیان و مرحله سوم افسوسیان. من بررسی میکنم. خدا رو شکر وجودن. آره خدا رو شکر. من سعی کردم چکیدش بکنم ولی سعی میکنم تا 10 دقیقه دیگه تمامش کنم. ببخشید، عذر میخوام. اگر مایل هستی یه دست مرتب برای خداوند بزنید. خسته شدید؟ این دست برای خستگی ها، برای خداوند عیسی مسیح ها. خدا رو شکر برای وجودته. بازم عذرخواهی میکنم از اینکه دیر شد، ببخشید. در قرنتیان تمرکز بر زمین و یک کلیسای محلیه که به ما خصوصیات مرحله اول زندگی یک ایماندار رو میخواد نشون بده. در افسوسیان تمرکز روی آسمان و آسمانی اطاعت از بالاست. در افسوسیان نگاه خدا از آسمان و سنجش و دید خدا از آسمان، یک کلیسای کامل. و من فکر میکنم کلیسای ما به امید خدا و آسمانی و موفق همانند کلیسای ماست. واقعا مستثنا نیست کلیسای ما از این قوت و قدرتی که در راستا با تعلیم‌های خادمین کلیسای گرفتن. در کلیسای قرنتیان سنجش خدا از بالا روی زمین. این کلیسا روی زمین ضعف و مشکل داره. این کلیسا رو ما تجربه کردیم. در گذشته ضعف داشتیم، بسیار بود، فراز و نشیب بود و خداوند از اون بالا حامیون، ولی ما باید از این بیابون هامون گذشت میکردیم، از این ضعف هامون عبور میکردیم تا شما سرم بشید اینجا بشینید. این کلیسای قرنتیان بود که ضعف و مشکل زیاد داشت. کلیسای افسوسیان کلیسای پرقدرتی بود و باب 1:19 به ما نشون داده که میگه هر چه مقدار است عظمت بی‌نهایت قوت او نسبت به ما مؤمنین بر حسب عمل توانایی قوت اوست. چه مقدار است عظمت بی‌نهایت قوت او نسبت به ما مؤمنین بر حسب عمل توانایی قوت او. افسوسیان به ما معرفی میشه برای مرحله اولی که یادآور بکنه که ما با قدرت و اقتدار میتونیم مسلط بشیم، بر دشمنمون مسلط بشیم. این کلیسای افسوسیانی که به سوی خدا بازگشت کامل کرده، انتشار معرفت عطرهای خوشبوی خداوند است و در تسالونیکیان مشارکت احیا کننده از خادمینی نیستن که اعضایی باشن که بی تفاوت باشن، پیرو باشن، بلکه نه، حمایتشون از سمت سوی خداونده. پس تسلی از اونجاست، قوت از اونجاست، قدرت از اونجاست و مشارکتی که یک ایماندار رو قوی میکنه. اگر دنیا بر ضد ما باشه، خدا وقتی 10 تسلی میده به ما چی میشه؟ میگه اون امید و اون قدرت و اون قوت در ما افزون میشه. کلیسای قرنتیان این کلیسا نمادی از
مرحله اول رشد یک ایماندار رو نشون میده که در مشکلات بسیار بودن، نزاع بود، جنگ بود، مشکلات بود، محکوم کردن ها بود، اینها بود که ما گفتیم که تجربه کردیم. انتهای موعظه‌مون ها به کلیسای قرنتیان وقتی وارد میشیم که نظم و هماهنگی با بدن در کلیسا رو دارن یاد میگیرن. هرگاه ما در کلیسا باشیم، هرگاه در بدنه مسیح قرار بگیریم، هرگاه احساس بکنیم که نجات یافتیم از طریق خدای زنده، ما جزو اعضای این بدن هستیم، اونجاست که ما داریم عبور داده میشیم. حالا که نظم رو یاد گرفتیم با بدن هماهنگ میشیم. نظم خودت میدونید که شما میدونید که الان خوندید که خداوند با نظم و ترتیب منظم یک دنیا رو ساخت. مشارکتمون اونجاست که احیا کننده است. از همدیگه بنا میشیم، همدیگه رو بلند میکنیم، تخریب نمیکنیم. جزو بدن مسیح هستیم. اگر در من بمانید من نیز در شما هستم. شما رو بنا میکنم، شما رو غذا میدم، قوت میدم، قدرت میدم. این قدرت آسمانی و حالا این اقتدار، این حمایت از سمت سوی بالاست و این قدرت و قوتی که از خداست میتونه در برابر چی؟ دشمن ایستادگی بکنه. اینجاست که این کلیسای افسوسیان حالا که این مراحل طی کردن، با این قدرت نشستن، این کلیسای روح خدا، اینها باید ملبس به لباس روحانی باشن. اینها میتونن در مقابل دشمن ایستادگی بکنن. اگر پولس در افسوسیان در این مورد که شبان رضای عزیز هفته گذشته موعظه کرد، چقدر قشنگ پرقدرت موعظه کرد، برگرد بخوایم بگیریم، باید جزو کلیسای افسوسیان باشین. حتما تو خونه بخونید. من فاکتور گرفتم. پولس از قرنتیان در این رابطه صحبتی نمیکنه که شما باید سلاح‌های رزمی بپوشید. در مورد سلاح‌های روحانی اصلا صحبت نمیکنه. میگه در این مرحله شما هنوز مشکل داری، سایه همدیگر رو میزنید با تیر. چطور شما وقتی با خودتون دارید میجنگید چطور میتونید با دشمن روبرو بشید؟ وقتی خودمون با خودمون، همسرمون با شوهرمون، شوهرمون با همسرمون، پدرمون با فرزندمون، فرزندمون با خانوادهمون، همینطور که همدیگر رو نمیتونیم درک بکنیم، نمیتونیم احیا بکنیم، نمیتونیم متحمل بشیم، همدیگر رو بنا بکنیم، چطور میتونیم ما بخوایم به جنگ دشمن بریم که نیروهای تاریکی است؟ ما باید از این بیابون هامون بازگشت کامل کنیم، سختی ها رو عبور بدیم. دائما در مورد جنگ روحانی تعلیم میده کلیسا، تعلیم میبینیم، میشنویم، ولی وقتی در ضعف هستیم چطور میتونیم؟ وقتی هنوز در بازگشت کاملمون مشکل داریم، وقتی نمیتونیم هنوز کاملا گذشتمون رو دفع بکنیم، وقتی شهادت میدیم که من روی صلیب با مسیح مردم، یعنی چی؟ یعنی گذشته من با مسیح دفع شد، دیگه به گذشته بر نمیگردم. وقتی این شهادت رو میبینیم ولی هنوز در ضعف اون موندیم، در موقعیت های قرار میگیریم که نمیتونیم بگذریم، اون چطور میتونیم سلاح‌های روحانی بپوشیم و با او بجنگیم؟ وقتی در قرنتیان نظم و هماهنگی رو یاد گرفتیم، بعد از گذران از بیابون‌ها بلوغ روحانی رو دریافت میکنیم، حالا وارد کلیسای افسوسیان میشیم و میتونیم قدرت بزرگی بشیم که در مقابل دشمن بایستیم. ما با حرف اقتدار نمیگیریم، با زور انسانی نمیتونیم، بلکه با قدرت روح خدا که کلام خداوند میگه نه به قدرت و نه به قوت، بلکه تنها به پری روحه که ما میتونیم اطاعت رو داشته باشیم از طریق او، با راهنمایی او. پس لوقا 18 شد این که وقتی پسر انسان آیا ایمانداری یافت میشود. اگر در کلیسای تسالونیکان هنوز مورد داریم در قرنتیان گیر کرده باشیم، چطور میتونیم وارد کلیسای افسوسیان بشیم؟ ایمانداری که در قرنتیان مونده و نمیتونه اسلحه تام خدا را بپوشه، چطور میتونه در جایگاه آسمانی قرار بگیره؟ چطور وقتی که ما در قرنتیان در موقعیت بیابونه ها موندیم، وقتی در گذشتمون بازگشت کامل نکردیم، چطور میتونیم با آسمان ارتباط برقرار بکنیم؟ چطور میتونیم شفا رو دریافت کنیم؟ چطور میتونیم نهیب بدیم به شریع؟ چطور میتونیم راه میریم از سایه های ما شفا جاری بشه؟
وقتی مشکل داریم هنوز اسیر نفسمون هستیم، امیال نفسانی میتونه به ما امر بکنه و ما رو زیر کنترل خودش در بیاره. چطور میتونیم قوی باشیم؟ کلام خداوند میگه هوشیار و بیدار باشین، تا انتها راهی نیست. پس حالا در بابهای بعدی پولس این بی‌عیبی و شایستگی را پخش میکنه. انتهای موعظه لطفاً تمام اینها رو در کلیسای قرنتیان گفت که در بیابانها ضعفاشون موندن و نمیتونن جزو سلاح‌هایی که خداوند بهشون وعده داده بپوشن، قدرت و قوت رو از آسمان بگیره. و در تسالونیکیان که میگه با قدرت میگیرن و بازگشت کامل کردن و اینکه بازگشت کامل منتظر برگشت مسیح هستن. حالا میگه اینها رو تقسیم کرده در بعد کلیساها که در همین زندگی زناشویی، رفتار والدین و رفتار فرزندانمان. میگه وقتی شایستگی رو در او بگیرید، در تسالونیکیان بازگشت کامل مرحله اول زندگی یک ایماندار، عطر معرفت او همه جا تراوش میکند و مشارکت با دیگر ایماندارانی که در کلیسا هستند. گفتیم مشک نو شراب تازه را هم میکنند، انتقال دهنده و پیام آور نجات کلام خداوند رو میده و باز یاد میده که وقتی که او بیاید آیا ما رو خواهد شناخت. هدف خدا برای کلیسا چی بود؟ به صورت و شباهت عیسی مسیح در بیاییم. هدف خدا این بود واقعا. در فیلیپیان 3 پولس رسول چی میگه؟ هنوز به هدف نهایی نرسیدم، اما به جای تمرکز به گذشته، خیلی قشنگه، تمرکز به گذشته، به آینده اهداف آسمانی چشم می‌دوزم و به عنوان یک تصویر مسابقه که باید به سوی خط پایان مسابقه برسم، تمام تلاشمو میکنم که از این جایزه برنده بیرون در بیام و برنده بشم. آمین. خدا رو شکر برای وجودتون. به افتخار خودتون دو دست بزنید، عذرخواهی ما رو بپذیرید. جلال بر عیسی مسیح.